یه دوستی داشتم انگلیسی بود، خیلی جالبه. به من گفتش که این ورزش ایرانیه و تو انقدر راجع بهش صحبت میکنی ولی خودت انجامش نمیدی. خیلی به من برخورد و دیدم راست میگه، چون برای اون که زن و مرد فرق نمیکرد. مثل اینکه شما بگین یوگا مال خانماست مال آقایون نیست و من هیچی نداشتم بهش بگم. فقط گفتم که این فرصتش نبوده که من انجام بدم. بدون اینکه داستانش چیه نظرتون نسبت بهش عوض میشه. با یه عشق دیگه هم نگاش میکنین، هم انجامش میدین، هم شروعش میکنین. علمی بودنش و ریشه دار بودنش برام خیلی جذابیت داشت و ایرانی‌ها چقدر باهوش بودن که اون زمان بتونن یک چنین ترتیبی رو در واقع توی ترین کردنشون برای جنگیدن ورزش‌های مختلف رو تجربه کردم. ولی پهلوانی موضوعش خیلی متفاوته، چون اصلا این که یک چنین علمی پشت این نوع مرحله ها بوده. شما اول کورو گرم میکنی برای اینکه آسیب نبینی. من چون بدنم آماده بود باید مهارتاشو یاد میگرفتم، اسکیلاشو باید یاد میگرفتم. ولی من دوست دارم که قشنگ معرفی بشه. اصلا وقتی خارجی‌ها داستانشو متوجه میشن که این یه داستان جنگ مرحله به مرحلهش به چه شکله، واقعا میگن واقعا بهترین ورزش دنیاست. خیلی خاصه. خیلی‌ها تو ایران مرشدا که من خیلی خیلی ازشون ممنونم، با اینکه توی فرهنگ مردونه، واقعا یه فرهنگ مردونه است برای ایرانی‌ها و به خصوص کسایی که توی زورخونه هستن، ولی به قدری منو تشویق میکنن و به قدری مشتاقن و میگن برو جلو، اصلاحم میکنن. به هر حال خیلی لابلای کاری که انجام میدم، حالا مثلا چیکار بکن بهتره، و من واقعا قدردانشونم برای اینکه توی محیط مردونه و با اون فرهنگ مردونه اینجور بخوان تشویق کنن یه خانوم رو که تو این راهه، خیلی بر من ارزش داره. اولین حرکت توی گود زورخونه سنگ گرفتنه. ز خوشنودی ایزدم دین شکار جوان مردی و